آخر سرمو قسکوت بچه گفتا با از ما استعمالم میشه تیم ما خیرمو جیبران مکدم کی گفت ما امسال پیدا میکنم به در سودا کنی یک خدا خرج شاید روزگار کنه. سلام و وقتتان بخیر بیننده های عزیز، خوش آمدید به ویدیو امروز ما. امروز گلسو برگرد کردیم سمت پیجلگه به خاطری که خیلی دوستا پیام داده بود، کامنت داده بود که جویا حتما برو از وضعیت زندگی ای سه جوان ویدیو تهیه کو و با خبر شو و باهاشون هم شریکی کن. و امروز که ما آمدیم که تاریخ 10 جوزا تاریخ روز یکشنبه است، روز فاتحه ای دو جوان بود. البته ویدیو هر کدام جدا نشنونیم و الان فعلا ما در خانه آقای فاضلی که پسر 16 سالش مصطفی فاضلی در آبند مستزارخان شیرداغ غرق شد. در خانه زیاستیم تا با اینها احساس همدردی کنیم. انشالله که تا آخر بیننده باشید، درد دل ای پدر و مادر را بشنوید. دیگه چند فرزند داره، همهش در این ویدیو است. انشالله که تا آخر فقط بیننده باشه. خیرین عزیز، اگر بعد از تماشای این ویدیو اگر قصد کمک داشتید، شماره ما در زیر است، حتما کامنت بدید یا پیام بدید در واتساپ ما پول ارتباطی شما با این خانواده خواهیم بود. دیگه بریم با هم دیگه با آقای فاضلی گفتگو کنیم. آقای فاضلی خسته نباشین انشالله. سلامت باشین. خوب هستین انشالله؟ الحمدلله شکر. جانشون جوره؟ والا مصیبت وارده را از طرف خودم و به نیابت از بیننده هایی که حدود 5000 یا بالاتر از 50,000 در مو کامنت داده که مصیبت وارده را بیم خدمت شما تسلیت عرض کنیم. انشالله بخش از جوان تازه در گذشته بهشت برین استدعا داریم. دیگه بخشش باشد خود یک دفعه معرفی کو و بخش از مو بود که آقای فاضلی کوچک چند ساله بود، صنف چند مکتب بود، چطور شد که رفت سمت شیرداغ؟ برادر او که بود صنف دای مکتب بود. خب مکتب صنف دا درس میخواند، اینجا تازه در سن بلوغ رسیده، کم کارم مکرد. امی رفت داخل مکتب، ما رفت از مکتب امون روزی گفت ما را تفریح با خود از ما چیز نگفتد. اون مادرش میشه که مادر گفتد من یک 50 روپیه بدی خرچی، ای گفتد نیست. گریه نکن، تو گریه نکن. همین گفتد نیست. گفت بدی دیگه ما چیکار کنم که نیست. از او وردو خیلی درگیر شده بود. میتونی بعد از او خیلی در ناراحتی رفته بود. همین دیگه رفته بود اونجا از رقم کده بود که چیز به چیزی که گرفته یا نگرفته بود رفته بود در چیز امیه شیرداغ در آبان به تقدیر خدا این حادثه رخ داد. خود شما ساعت چند خبر شدین؟ خود از من ساعتهای 2 وجه بود. اینجی برارم از تیلو آمد گفت که چیز زوستو جنگ کده در آبان شیرداغ بیا که بری. ما گفتم او که بچه جنگم نبود و چیزم نداشت، بیچه پاگم کس بیش میزد چیز نبود. دیگه جان در گرفت. گفتم غیر از حادثه دیگه ای حتما منیا غرق شده. همین صنف 11 مکتب بوده دیگه. آره سن دای مکتب. سن چند بود باز؟ سن چی عبدالسلام انترایا. به غیر از جوان دیگه بچه هم دارید نداره؟ یعنی بچه می، یعنی چی هم بچه می، یعنی بچه می دیگه، یعنی دخترای می دیگه هیچ همین دیگه هیچ وارداتی هیچی هم ندارم. فقط تنها امید تو امی جوان بود دیگه. ایم امید ازی بود صاحب که گفت ما امسال پیدا میکنم به در سودا کنی یک خدا خرج شاید روزگار کنه. ما رو از مکتب اجازه میگیرم. پارسالم اینجا یک مکتب درست شد. ای از مکتب خود اگه امسال صنف 11 بود. خب پارسال از نیمه دوم از چیز امتحان 4 ماهه بود. امی از امتحان 4 ماهه پاسی نرفت. خب در امتحانی سالانه‌ش ای را اصلا نگرفت در بست که تو غیرازیر بوده دیگه بسته وقت. خب با توسط امروز روز 300 روپیه در این مکتب کار میکرد. خود جان از ما پایایم درد نه، کار چیز نمیتونیم مگر امی مزدری و چیز نمیتونیم زیادتر.
این جوان باز بعد از شاهنامه ها در نظر می رفت کار حساب کار میکرد دیگه. آره روزانه. همون روز 300 روپیه بلده خرج روزگار مشغول همین بود. والا از پارسال سخت. خود شما هم دیگه زمین دارید نداره چی رقم؟ زمین نداره. زمین تو زمینی نداره که یک چیزیشون او سال برا به خزوک میچرخی او میشه 4 بوجی یا 3 بوجی گندو. او دیگه امو یه چیزی درد دوانه نه. بجوز هم زمین دیگه شغلم نداره. دیگه هیچ شغلم نداره. سالایی که یکم همی خوبتر بودم چیز بودم ایران اونجا ما رفتم مزدوری ده یک خرج روزگار خود تهیه میکردم. بعد امزی پارسال 2-3 سال شده که ایرانم از روی ما خدا گرفته و هم مشکلات شده. همه برای از این بچه خود پارسال پاسپورت جور کردم. رفتم خیلی با زاری وز رو نمیدم تذکره برقی گرفتم میره پاسپورت جور کردم که گفتم ایران مارم. این باز ایزه نداد. توی زیر اجرای زیر سینه دیگه. آره زیر سینه بدونی می ورثه ای را ویزا نداد. پاسپورت هم اینجوری مان. والا تسلیت باشد دیگه. تسلیت باشد. دیگه کار خدای دیگه. خداوند خواست دیگه. خداوند بزرگه انشالله که خیرین عزیز. اگرچه مادیات چیزا نمیتونه جای فرزند عزیزت پر کنه اما انشالله که غم شیرکی خیرین که در ما پیام ده حتما یک مقدار بخشش شما همکاری مونه. حتما ما مطمئنم که خیرین دست شما رو میگیریم. خدای جهان خیرین رو خیر بدی. خدای جهان دیگه همین موفق باشه و سلامت باشه. زنده باشه. همین زنده دیگه باشه. از موقع قریب باید میتر دیگه اینجا نسید موقع میتر روزگار گرفتار شدم. تنها امید ممی بود. کمر ممی میگه گریه نکن ما صبر خدا یک افتار داد زدی بابا همین گریه مادرشمون اینطور 24 سال مو رو بخی بقید تنها یک گریش میگه که ما یک 50 روز دیده نتونستم بچه ما اینو بار رفته. پایم تا خورده شده بچه را کترک دیدی را گفت ما تایرو پیداد ما تی خبر گفت آتیم من نمید کشکم پیش چخ میداد و خیره که مطابق همین حتی موتورم ندارم که موتور ما سرش نمید بچه دیگه کدو خواهد مادر جان گریه نکن. درسته؟ آخر سرم قسکوت بچه گفت آبا از ما است معلوم میشه تو ما خیر مر جبران مکدم حیران ما رفت ما باید تو چطور منم یه قسم ناکن بچه هم ندارم اگه ما میداشت مزا تایخ پس نوکدم کشی که ما یک دار پیده جیم بود ما تایخ نمید نوکدم من مطور از الله خانم زوج که دوید دیگه نفهمیدم که چیز الدی بود دوید رفت بچه موتور رو بیدیم موتور خودش هم نداشت دیگه. نه پشت رفت قایق ما سرم شم مارون خیره تو رو پی بیدی که ما مارون خش پش میخورم گفت ما تای نی برا تای خبر کو گفت تا تای نمیله مانه او رو پی من نمیدیم که ما یک قص آیال شما را روز خدا دقیقه آرده شما مندم خوراکی شما مندم ما چی کاری کن من روز کوچم رو پی طلا بید از ما ایران رو گرفته تمام دنیا گرفته چی کاری کنم سونازو رویدن نکده ماد از ما تو بر قرض کنم من کی میدیا که ما بانو قرض کنم یه جای درک دواغ از من نیه با جوزی خدا اون منانوار خانوادم بود بیرار ما دیگه چیز کنم زندگی می جوانی بچه ما ده خاک را تسلیت باشه مادر جان. غم مورد غم شریک بیداری. هر چی خواست خدا باشه. حتما پارسال مطب خیلی که گفتم تای مطب خبر گفت آتیم تنای آبای مارم دو گر رو 300 کار منو خیره میزه استر پای برکن خیره هرچی گفت ماتش گفت بچه مطب گفت نه رو 300 روپیه اون مردان مو مطب کار مکدیم سال که بود گفت آبای چراغ پساپراد ما تجیور کردم ما ایران ماری که ما رفتم دو گر زوستر شیطان بیدی خیر اردیم قداتی قاطی ماری سنگ ماشه رئیس سنگ ماشه گفت کار که دوبارم کلی دنیا گفت کار نیه کار نمیدیه ایسا نیه درآمد نبود من موتر بدبختی به پولی به بیچارگی من موترم بچه من موتر شد کشکه نوش کجا کنم ما کشکه 50 روپیه میدادم ما گفتم حال ما گفتم خیره بیرار کجا آقای خلیلی خسته نباشید انشالله. سلامت باشید صاحب. والا گلوی از مورم بغض گرفته دیگه. مقصد امروز روز فاتحه هم بود
از آقای فاضلی معذرت میخوایم ما که به خبر هیچ خبری نداشتیم که امروز مراسم فاتحه خیرین قدر زنگ زد گفت باید 100% یک دفعه بری. ما شنیده که وضعیت اقتصادیشان خوب نیه. به مو لحاظ ما دیگه معذب شدیم مأمور شدیم که بیم اینجا یک سر بزنیم. آقای خلیلی امروز در نظر من روز فاتحه بود گفتین از چند دانه مال که دیشتر در امور حلال کرده دیگه آره فعلا چی مال چیزا کلا خلاص شده نداره دیگه. از شما از عاقل ازیم آقای فاضلی ما مولای امزی منطقه اون فهمیده اینجانی مولا عبدالله خلیلی مقیم مولا امامی از زمین منطقه هستم امزین منطقه و برادران خارجی سلام و احترامات تقدیم میکنم. این حرفه هایی که پدر مصطفی بلدیشون نقل کرده و گزارش ده بیخی صحت دارد و فقیر است و به وضاحت است چیزی نداره 8-9 نفر عیال است دیگه نانآور هم نداره خودش هم که ضعیف است کار نمیتونه. از برادران خواهش میشه که امرایشان باب اسلامی یا بشر دوستی امرایشان کمک نمایید. انشالله خداوند اجر شما رو ضایع نکنه و موفق و کامیاب باشید. حرفه هایی که گفته بیخی صحت دارد و تایید است. زنده باشه. دست شما در نکنه. انشالله که خیرین عزیز که پیاموار بشه از مدت امیدوارم حتما یک مقدار کمک منه. بازم مزاحم آقای فاضلی حتما میشیم و کمک های وزاره حتما در دست آقای فاضلی انشالله مرسنن دیگه. زنده باشید. بخشش باشد دیگه که مزاحم شدیم. تسلیت از مورا از بیننده های از مورا پذیرا باشید. مادر جان تسلیت باشد دیگه.